سلام بچه به این ویدیو خیلی خوش اومدین. قرار رزیدنت اویل 4 رو ریمیک بریم ببینیم که چه فرقی با نسخه قبلی کرده و چه آپشن هایی اضافه شده به بازی. همونجوری که مشاهده میکنید اصلا صفحه بازی کلا تغییر کرده نسبت به 4 اصلی. منوی بازی کلا تغییر کرده. صفحه بازی، بریم داخل بازی که ببینیم چجوری هست. بله، کیفیت بازی خیلی بهتر کردن. بچه ها چون که یه تعداد از مرحله‌شون رفتم، از اینجا میاد. بله. کیفیت لیون خیلی بهتر کردن. بعد خود لوکیشن بازی هم خیلی تغییر داره نسبت به نسخه های اصلی، یه ذره تفاوتایی داره. کیفیتش خیلی بهتر شده. بعد اشلی هم که یه تعداد بری جلو میفهمید چه فرق کردن. یه TNT انداخت لعنتی. چون زیاد از سبک رزیدنت اویل بچه داستانشو دیگه ادامه نمیدیم. من ادامه میدونم چون که بازی جالبی از نظر من نیست. بازی خوبی ها، ولی خب خوشم از این سبک بازی نمیاد. بریم جلوتر که بکن به اینجا. اوه حواستم رو رفتیم جلو. نزدیک بمیریم. یه اسپری بذار بزنم. خیلی بهترش کردم. بعد سال 22 هم هستش. 22 البته کسایی که از این سبک بازی میکنن حداقل بازی امتحان کنن. ولی خیلی معمایی هستش این بازی. در طول بعد احتاج که من سلیقه من نیست میخوام این بازی رو انجام. این قابلیت هم اضافه کردن که راحت سلاح دستیابی کنید، دسترسی داشته باشید. معلومه کجا میزنی لعنتی. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من